میدونستی 3 تا از کارهای روزمرت بدون اینکه خودت خبر داشته باشی چقدر داره پوستتو پیرتر میکنه؟ سومیش از همه مهمتره. استفاده زیاد از گوشی موبایلت وقتی سرت مدام پایینه باعث میشه روی گردنت خط بیفته و پوست صورتت زودتر شل بشه. راه حلش ساده است. وقتی از گوشیت استفاده میکنی گوشی رو هم سطح چشمت نگه دار. فشار دست و بالشت موقع خواب عامل نصف بیشتر چین و چروک‌های صورتته. راه حل این یه کوچولو سخته ولی ممکنه. سعی کن موقع خوابیدن به پشت بخوابی و روی صورتت فشار نیاری. اگه واقعا هم نمیتونی به پشت بخوابی یا از بالش‌های طبی یا ابریشمی استفاده کن یا از این بالش‌ها. و سومی و مهمترین کار که باعث میشه پوست صورتت نابود بشه استرس و کمخوابیه. استرس باعث افزایش سطح هورمون کورتیزول توی بدن میشه. وقتی هورمون کورتیزول توی بدن زیاد میشه تولید کلاژن و الاستین پوست کمتر میشه. نتیجهش چی میشه؟ افتادگی و شلی پوست، چین و چروک و پیری زودرس. ولی نگران نباش، راه حل داره. استفاده از قرص منیزیم 1 ساعت قبل از خوابت سطح کورتیزول رو توی بدنت میاره پایین، کیفیت خوابت رو بهتر میکنه و استرست هم کلی کمتر میشه. اگه میخوای بدونی چه منیزیمی باید استفاده کنی کپشن رو بخون و این ویدیو رو بفرست برای اون کسی که این 3 تا کار رو به ظاهر بی اهمیت میدونه ولی نمیدونه چه بلایی داره سر پوستش میاره.